سلام. امروز دوباره اومدم با آموزش دسر پرتقالی. بریان پرتقالی فوق‌العاده خوشمزه و لذیذه. امیدوارم که درستش کنید. امروز هم دوباره میخوام من داخل شات این دسر رو آموزش بدم. شما تو هر ظرف دیگه هم میتونید دسر رو آماده کنید. فقط اینکه من تو آموزش از این شات استفاده میکنم برای اینکه آموزشمون سریعتر تموم بشه و لذتش رو ببرید. خب برای مواد اولیه ما بیسکویت داریم، کرم پرتقالی که در ادامه آموزش رو بهتون میدم، کرم پنیری داریم که من از کرم داخل بیسکویتامون داخل کرم پنیر من میذارم تا مزهش رو لذیذتر کنه. و اینکه ما بیسکویتامون حتما بعد کرم داخلش رو بگیریم بعد پودر کنیم برای استفاده توی شاتامون. این دسر فوق‌العاده خوشمزه است. در ادامه میریم آموزشش رو میبینیم که ما میخوایم با هم دیگه اول ابتدا کرم پنیری رو درست کنیم. برای کرم پنیری ما احتیاج داریم به خامه قنادی و پنیر خامه‌ای. بعد اینا رو با هم دیگه بزنیم تا یک دست بشن. خب من با همزن میزنم، شما اگه همزن هم نداشتین میتونید با هم مخلوط کنین، رو حرارت غیر مستقیم بماری کنید و کامل با هم دیگه مخلوطشون کنیم، هیچ مشکلی نداره. فقط این که بعدش حتما 1 ساعت تو یخچال بمونه تا خودش رو خوب بگیره. بعد از اینکه اینا رو با هم دیگه هم زدیم کامل که یک دست شدن، داخل این کرممون من از کرم کارامل استفاده میکنم. کرم کارامل طعمش رو بی‌نظیر میکنه. آموزش کرم کارامل هم تو پیجم گذاشتم، حتما برید ببینید و از کرم کارامل دسترس استفاده کنید. کرم کاراملمون رو هم میزنیم، کامل مخلوط میکنیم با کرم پنیری. همونطور که گفتم من از کرم داخل بیسکویتامون هم داخل کرم پنیریمون میریزم تا طعمش رو فوق‌العاده بی‌نظیر کنه. با هم که خوب مخلوط شدن داخل قیف میریزیم برای اینکه بتونیم داخل شاتامون راحت تر پامپ کنیم و راحت تر بتونیم بریزیم داخل شاتامون. همینطور که میبینید با هم دیگه یک دست شدن، کامل با هم مخلوط شدن. اینا رو داخل قیف میریزیم و میذاریم کنار. حالا میریم که کرم پرتقالمون درست کنیم. ما آرد احتیاج داریم برای کرم پرتقالمون. من اندازه‌شون داخل رسیپی میذارم. شکر احتیاج داریم، آرد ذرت احتیاج داریم و خامه صبحانه و آب پرتقال. آب پرتقال طعم اصلی این دسره. برای درست کردن کرم پرتقالی ابتدا آرد و شکر و نشاسته ذرت رو داخل آب میریزیم، هم میزنیم تا خوب با هم دیگه مخلوط بشن. بعد حتما همشون با هم مخلوط بشن. بعد از اینکه یک دست شدن ما میذاریم روی حرارت خیلی کم. حتما باید گوله های آرد از بین بره بعد بزنیم روی حرارت. روی حرارت میذاریم، مدام هم میزنیم تا موادمون به غلظت برسه. بعد که موادمون خوب به غلظت رسید ما خامه رو اضافه میکنیم. همین غلظت که داخل فیلم میبینیم کافیه. خامه رو اضافه میکنیم، هم میزنیم تا خامه با موادمون یک دست بشه، کامل با هم مخلوط بشن. بعد که مخلوط شدن ما آب پرتقال اضافه میکنیم، هم میزنیم تا با هم دیگه مخلوط بشن و به غلظت برسه. به غلظت که رسید زیر تابر خاموش میکنیم. یه مقدار ما از پودر وانیل استفاده میکنیم. پودر وانیل رو میزنیم، هم میزنیم و کرممون میذاریم کنار تا حسابی خنک بشه. خنک که شد داخل قیف میریزیم. آماده است برای که شاتامون رو پر کنیم. همونطور که می‌بینید من همه رو داخل قیف ریختم. پودر بیسکویتمون آماده است برای درست کردن سر شاتیمون. ابتدا من پودر بیسکویت میریزم، بعد از کرم پنیری داخل شاتم پر میکنم، بعدش هم از کرم پرتقالیمون. همینطوری مراحل ادامه میدیم، پودر بیسکویتی، کرم پنیری، کرم پرتقالی تا شاتمون پر بشه. این دسر فوق‌العاده خوشمزه است. حتما درست کنید. بچه‌ها خیلی دوستش دارن. امیدوارم که درست کنید، تو مهمونیاتون استفاده کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. پودر بیسکویت هم که پر کردیم، همونطوری روال قبلی کرم پنیری، کرم پرتقالی میریزیم تا شاتمون کامل پر بشه. برای روی کارم من
یه تزیین خیلی کوچولو زدم. شما هر تزیینی که دوست داشته باشین میتونید بزنید. حتما درست کنید، حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های بعدی من خبردار بشید و لذت ببرید.